گلیچ. خب داور به مربیان میگه که کاملا بدن کشکیران خودتون رو خوش کن طبق مقررات. پشت حریفم کاملا آقای نقیبی مربی سازنده جویبار خوش میکنه و برمیگرده به معارضه خودش. نتیجه کاشتی 3-0 تا این لحظه. تیمی 5 بانگ شهر 3 استقلال جویبار. یه پیروزی کسب کنه تیم بازم در تلاش هست که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. گلش حسن یزدانی دستاش هنرمندانه کار میکنه و اجازه تمرکز فکری رو به گلش نمیده. آقای احمدی به گلش تذکر میده که دست زیر چانه نباید بذاره. تذکر رو میدانه بار دیگه اگر تکرار بشه به او اخطار خواهند داد. همچنان در سرشاخ یک بار دیگه سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. برای بازم تماشاگران یک پارچه حسن یزدانی رو مورد تشویق قرار میدن. دلاور کشورشون، پهلوان کشورشون رو دوست دارن. مردم قدرشناس، کشی دوست. همچنان در سرشاخ یک بار دیگه سعی میکنه که با قوس کردن از طریق خودش امتیاز بگیره. دستاش بیشتر کار رو به جلو حرکت میکنه. حسن یزدانی به دست چپ دیدی که چرا است سعی میکنه پاورت رو خارج کنه. گلش سانوش به دوشک میذاره که امتیاز نده. در این حالت حملاتش کوبنده است حسن یزدانی. داور وسط دو کشتی رو اصلا دیگه جدا میکنه. 1 دقیقه و 52 ثانیه. 1 دقیقه و 52 ثانیه. آقای رضا یزدانی از کنار دوشک به گلش میگه که دستو به چه گونه و به چه شکل زیر کت بنداز. تازه اخطار برای گلش. حملاتش بیشتر بوده واقعا حسن یزدانی. اخطار 30 ثانیه دوم برای گلش در نظر گرفته میشه. حسن یزدانی تهاجمش بیشتر بوده، تلاشش بیشتر بوده، در کشتی خودش همیشه جنگنده بوده و گلش هم یه عنواندار جهان هست در وزن 97 کیلو. بعد از 489 روز دوری از مسابقات اومده امروز بابالو رو 10-0 شکست داده و تا این لحظه هم از گلش تا این لحظه با نتیجه 3-0 پیش هست. بازم در تلاش هست. برای 30 ثانیه به اتمام میرسه. یک امتیازی برای حسن یزدانی در نظر گرفته میشه. گالش در تلاش هستن که بتونه شرط برای زیرگیری خودش مهیا کنه، اما اینقدر دستان حسن یزدانی فنی تکنیکی کار میکنه مرتب. حالا یه قوس زیرگیری به دنبال اون یه قوس که تادولر به هم زد مثل سبوکو زد برای زیرگیری که گلش باشو عقب پرتاب کرد اجازه کار به اون نداد. باز هم در تلاش هستن که بتونه شرط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. به دنبال آتم گلش حمله میکنه تا اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه که پا پس نمیذاره. حالا قوس میکنه حریف خودشو. یک بار دیگه گلش قوس میکنه دیگه بتونه تا دل حریف هم بزنه. 31 ثانیه وقت باقی مونده. 31 ثانیه و گرفتن 4 امتیاز از حسن. تماشاگران با ندای حسن با غیرت تو رو مورد تشویق قرار میدن. حسن با غیرت شعار تماشاگران مازندرانی و جویباری. ثانیه پایانی 14 ثانیه وقت باقی مونده. حالا کمتر از 10 ثانیه. یک بار دیگه گلش نتونست کار رو به اجرا بذاره. حسن یزدانی با کار کردن دستا با حملات پی در پی شمارش معکوس شما تماشاگران میشمارند از وقت به اتمام میرسه و موفق بشه با نتیجه 4-0 حسن یزدانی مسابقه گلش رو شکست بده. یه پیروزی با ارزش برای استقلال جویبار. استقلال جویبار 5 استقلال جویبار 4 بانک شهر 5 تا این لحظه.